شما یعنی بر این باور هستید که این ضعف ما است، یعنی واکنش نشان دادن در برابر هر عملکرد روسیه است که چون این مناسبت با مهاجرین ما به وجود بیاید؟ بخش از پاسخی که نظری که شما دادید بخشی از واقعیت یا نظر بنده را بیان می کند، ولی من اشاره کردم که این شرایط باید در داخل تاجیکستان فراهم شود تا اینکه ما در حتی کشور شریک استراتژی خود که من اشاره کردم منفعت‌های مشترک، چالش‌های مشترک، امتیازاتی که از مشارکت استراتژی می توانیم به دست بیاریم، اینها باید مسئله هایی باشد که بالاتر از مسائلی است که گاه متاسفانه سیاستمداران و کارشناسان روس مطرح می کنند. بله، این برمیگردد به ضعف هایی که در داخل کشور ما وجود دارد. از طرف دیگر روسیه تا زمانی که مثلا واکنش های جدی جامعه مدنی تاجیکستان، رسانه های تاجیکستان را نداشته باشد، فکر می کنم که با وجود آن که مثلا قرقیزستان در برابر اقدامات روسیه در سطح نهادهای داخلی بسیار واکنش‌های تند نشان می‌دهد، باز هم به احتمال زیاد آنها از امتیازات بیشتری روسیه بتوانند استفاده کنند. همان گونه که مثلا امکاناتی که برای تجهیز ارتش قرقیزستان در 2 سال پیش اعلام کرد مسکو، جدا از اینکه تا کجا اجرا شد یا نشد، در قیاس به تاجیکستان به مراتب بیشتر بود. گفتنیت که اون تجربه‌ای که ما نداریم، یعنی واکنش کردن در برابر عملکردهای روسیه، کشورهای دیگر دارند دیره. کشورهای آسیا مرکزی مثال در هر عملکرد روسیه اونها جواب میدهند. فرق میکند شرایط. مثلا تجربه‌ای که در بیش از 2 دهه استقلال کشورهای آسیای مرکزی داشتیم نشان می‌دهد که مقامات روس در برابر تاشکند و اشقابات با احتیاط رفتار می‌کنند. حتی همان سیاستمداران تندروشان نیز ملاحظاتی هم تاشکند و هم اشقابات را دارند. خب قزاقستان به دلیل شرایطی که دارد و اصلی ترین متحد روسیه در آسیای مرکزی به شمار می رود، روس‌ها برای شخص نظربایف و قزاقستان امتیازات زیادی قائلند. ما و قرقیزستان از نظر شرایط به هم مانند هستیم و واقعیت امر این است که هر کشور به میزان مثلا جایگاه خودش، به میزان توان اقتصادیش، توان سیاسیش در معادلات بین المللی جایگاه دارد. این یک امر بسیار عادی است. از این نظر همچنین عاملی که جایگاه کشورها را مهم می کند بحثی مثلا ظرفیت هایی که اون کشور دارد، هم از نظر ذخایر طبیعی و هم از نظر توانمندی های دیگری که برای مثلا یک کشوری مستقل باید وجود داشته باشد. ببینید هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم ترکمنستان کشورهای دارای ذخایر سرشار طبیعی هستند و در معادلات خود نه تنها روسیه، دیگر بازیگران عرصه بین المللی این عامل را به صورت جدی به نظر می گیرند. ما از ذخایر طبیعی برخوردار هستیم که بهره برداری از آن به زمان بیشتری نیاز دارد. ما دارای
بیش از 60% ذخایر طبیعی آسیای مرکزی هستیم. عنصر آب در معادلات بین المللی و از جمله منطقه‌ای در سالهای آینده مهم خواهد بود و اگر ما امروز بتوانیم به مرز خودکفایی انرژی خودمان را برسانیم و بتوانیم ظرفیت‌های لازمی انرژی را در اختیار داشته باشیم، در سالهای آینده من امیدوارم که با توجه به اهمیت عامل آب در آسیای مرکزی ما نیز در ردیف کشورهای دارای انرژی، منظور من نفت و گاز است، طرف مهمی تعاملات بین المللی خواهیم بود. بیایم بر سر کشورهای همسایه و آسیای مرکزی که یعنی در این اواخر گزارش ها رسیدن که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان یعنی تمایل به طرف یعنی نرم شده استاده است و حتی گزارش ها هم رسیدن که یعنی خط پرواز میان تاجیکستان و ازبکستان برقرار می شود. شما تا کدام اندازه خوشبین هستید که این امر یک امر واقعی است؟ تاجیکستان و ازبکستان دو کشوری هستند که تا ایجاد شوروی میان این کشورها مرزی وجود نداشت، مثلا با نامهایی که امروز این کشورها دارند. اینها خودشان را متعلق به یک سرزمین، به یک تمدن میدانستند، تمدن اسلامی. بنابراین فاصله ای که میان این کشورها مخصوصاً ملت‌ها ایجاد شده است فاصله غیر طبیعی است. اختلافی که میان ما و ازبکستان وجود دارد اختلافی نیست که مبنا و اساسی مثلا مردمی داشته باشد. مردم میان خود هیچ مشکلی ندارند و مردم هر دو کشور نیز از آنکه مثلا مرزها بر روی یکدیگر بسته هستند خوشحال نیستند. کشورهای اروپایی بعد از دهه‌هایی که بر روی هم مرز کشیده بودند مرزها را باز کردند. ما دقیقاً رفتاری برعکس نشان دادیم و فکر میکنم تا حد زیادی هم طبیعی هست، چون این کشورها مزه استقلال را بعد از فروپاشی شوروی میچشند و هنوز زمان میبرد تا برسند به مرحله‌ای که همگرایی واقعی در فضای آسیای مرکزی را درک بکنند. بحثی که میان ما و ازبکستان وجود دارد به آن برمیگردد که تا کجا همگرایی ما مثلا به نفع نخبگان حاکم است و تا کجا بازیگران مهم خارجی علاقمند به وجود نداشتن چالش میان هم ما و ازبکستان و هم دیگر کشورهای آسیای مرکزی می باشد. من فکر می کنم که وجود محدودیت ها در روابط میان دوشنبه و تاشکند غیر طبیعی است و اینکه طی ماه‌های اخیر صحبت از آن است که میان دو کشور پرواز جاری خواهد شد و در دیگر زمینه ها هم تسهیلات و یا ساده کردن شرایط فراهم خواهد شد. این پیام مثبت است و تاجیکستان ناگفته نماند که طی 2 دهه گذشته حد اکثر تلاش را برای اعتماد سازی با ازبکستان انجام داده، حداقل به این دلیل که ما میدانیم که یک کشور محصور در خشکی هستیم، کشوری هستیم که از یک طرف مثلا اگر ارتباطی که امروز با چین برقرار کردیم این را مد نظر قرار ندهیم، همسایگی ما با افغانستان بود، از طرف دیگر با ازبکستان و قرقیزستان. از نظر وجود زیربنایی‌های نقلیاتی با قرقیزستان شرایطی محدودتری داشتیم و مهمترین مسیرهای ما چی
جاده و چی راه آهن از طریق ازبکستان عبور میکرد و با وضعیتی که در افغانستان وجود دارد و دورنمای مبهم و ناروشن امنیتی این کشور، برای آینده نیز ازبکستان مسیری مهم برای ما برای خروج به جهان بیرون باقی خواهد ماند. بنابراین ما علاقمندی برقراری روابط حسنه با ازبکستان می باشیم و همان گونه که اشاره کردم مشکل باید میان نخبگان حاکم دو کشور حل شود. ملت ها مشکل ندارند. خب اگر مشکل در ملت نباشه، مشکل در مردم نیست و نخبگان مشکل دارند و یک فکر دیگر هم است که باز روسیه است که خواستار این مشکل میان ما و ازبکستان است و میخواهد که این مشکل پابرجا بماند. روسیه در حقیقت طی حداقل یک دهه گذشته روش‌های بعضا ناصحیح را از نظر من دنبال کرده است. روسیه در بعضی از مثلا مرحله ها کوشش میکرد که از اختلاف گوییم یا از بی‌اعتمادی که میان برخی از کشورهای آسیای مرکزی وجود داشت امتیاز بگیرد، که این یک روش تکتیکی بود، به خاطر اینکه اختلاف میان کشورهای آسیای مرکزی به صورت دراز مدت و به صورت استراتژی به هیچ وجه به نفع روسیه نمیتواند باشد، زیرا هر گونه اختلاف در آسیای مرکزی باعث باز شدن مسیر برای حضور طرفهای مهم دیگری خارجی و کشورهایی می شود که رقیب ژئوپلیتیکی روسیه به شمار می آیند. بنابراین این روش ها وجود داشت. ما بیانیه های مدودوف و معاون نخست وزیر روسیه در آن زمان ایوانوف را در رابطه با بحث استفاده از ذخایر آبی آسیای مرکزی، مسئله ساخت نیروگاه ها در کشورهای آسیای مرکزی شاهد هستیم که به گونه از موضع تاشکند و دیگر کشورهای آسیای مرکزی جانبداری کرده بودند، در حالی که این کشورها و خاصتا ازبکستان با حضور پایگاه نظامی که تمرینگاه مثلا مشترک روسیه و قرقیزستان در چارچوب مثلا مبارزه با تروریسم در جنوب قرقیزستان قرار بود این تمرینگاه ایجاد شود، رئیس جمهوری ازبکستان شدیداً مخالفت کرد که این طرح مشترک بیشکک و مسکو به جای نرسید. با وجود این شرایط روسیه به دنبال مثلا امتیاز دادن به یکی به خاطر جلب مثلا توجه آن برای بیشتر نزدیک شدن به خودش بود، که فکر میکنم شرایط امروز با توجه به تحولات اوکراین و شدت گرفتن وضعیت بین المللی، بحران هایی که به سراغ مثلا جامعه کشورهای مشترک المنافع خاصتا روسیه، مشکلات اقتصادی که آمده است، مشکلات مالی که آمده است، شرایطی که در خاور میانه وجود دارد، تهدیداتی که از نظر امنیتی برای فضای شوروی سابق وجود دارد، روسیه از سیاستی به یک امتیاز دادن و از دیگر امتیاز گرفتن فکر میکنم که در آسیای مرکزی نخواهد رفت، زیرا این سیاست به صراحت سیاست اشتباهی میباشد. خب شما در حال به خوشبینی سیاست مناسبات تاجیکستان و ازبکستان اشاره میکنید که یعنی این کشورها سال 1993 زیر قرارداد دوستی، همسایگی و همکاری و سال 2000 زیر قرارداد دوستی ابدی امضا میگذارند.
و باز هم شاهد شدیم پس از این سالها که هیچ مناسبت خوبی در میان آمد. یعنی این حاکی از آن نیست که مناسبت، یعنی خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان ناروشن باقی بماند. بله، ولی من بر این باورم که شرایطی بین المللی بخصوص تحرکاتی که ما در سوریه و عراق شاهد هستیم، حضور یافتن گروه‌های مختلف افراطی و تروریستی در پاکستان و افغانستان و انتقال اینها به مرزهای آسیای مرکزی، هرچند به صورتی طرح وجود دارد، متاسفانه باز هم وجود گروه‌های تروریستی و افراطی یک سری از رشته‌شان می‌چسبد به منافع کلان ژئوپلیتیکی قدرت‌ها، بازیگران فعال عرصه بین المللی. ولی کشورهای آسیای مرکزی امروز با این تهدیدات به هر شکل روبرو هستند. این کشورها از نظر وضعیت داخلی باز هم شرایطی مشابهی دارند. به استثنای قرقیزستان، این کشورها از نظر نظامهایشان با هم مشابهت‌های بسیار زیادی دارند. یعنی میخواهم بگویم که منافع مشترک نخبگان حاکم کشورهای آسیای مرکزی بسیار زیاد است تا اینکه در برابر تهدید این منافع مشترک خود را نادیده بگیرند و برای نزدیکی به هم تمایل نداشته باشند. بنابراین یکی از انگیزه هایی که مثلا باعثی تا حد نرمش تاشکند در برابر روابطش با دوشنبه شده است، فکر میکنم که به مسئله هم آینده ناروشن آسیای مرکزی در برابر تهدیدات گروه‌های افراطی مذهبی و تروریستی است و هم مشکلاتی که با توجه به بحران اوکراین و احتمال بازگشت بخشی از مهاجرین کاری به کشورهای آسیای مرکزی و کاهش یافتن هزینه‌های ارزش کاری آنها در روسیه که حداقل 2 برابر، برخی از جاها 3 برابر ارزش کاری که اینها در روسیه میکردن کاهش یافته است. این عامل موجب کم شدن انتقال کمک‌های مالی به کشورهای آسیای مرکزی و از جمله ازبکستان و تاجیکستان خواهد شد و مسائل دیگری نیز وجود دارند که اینها می توانند بر بازنگری تعامل و روابط میان نخبگان حاکم تاشکند با دوشنبه تاثیرگذار باشند. فکر می کنم که حداقل عامل‌های بیرونی یک تحرک برای حداقل تلاش در جهت نزدیکی تاشکند و دوشنبه ایجاد کرده است. خب اینجا چین میماند که سالهای آخر با سرمایه‌گذاری هنگفت خود با تاجیکستان یک مناسبت خاصتا در زمینه اقتصاد یک مناسبت بسیار خوب و حسنه را به راه انداخته است و این نگرانی بعضی صاحب نظرها را به میان آورده است، به این معنی که یعنی همکاری کردن با این کشور میتواند یک پیامد ناخوب به بار داشته باشد، به این معنی که تاجیکستان در دراز مدت میتواند یعنی بدهکار این کشور باقی بماند. شما چه نظر دارید در این مورد؟ چین یکی از کشورهای مهم نه تنها برای آسیای مرکزی بلکه برای روابط اقتصادی و تجاری خیلی از کشورهای مهمی دنیا است.
حضور چین در آسیای مرکزی، حضور رو به رشد چین در آسیای مرکزی یک واقعیت غیر قابل انکار است که امروز این را روسیه پذیرفته است. چین برخلاف دیگر بازیگران عرصه بین المللی در شیوه معامله خود، شیوه همکاری و مناسبات خود با کشورهای جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی پیش شرط‌های سیاسی مطرح نمی کند. در امور داخلی این کشورها به هر شکل دخالت نمی کند. مثلا ما می بینیم کشورهای غربی یا روسیه در برخی از کشورها مثلا دارای لابی های وابسته به خود هستند، دارای سازمان های غیر دولتی وابسته به خود هستند که این مسئله در رابطه به امریکا و کشورهای اروپایی به مراتب بیشتر به نظر می رسد. وجود این لابی ها، وجود سازمان های غیر حکومتی و دیگر نهادهای وابسته به خارج همیشه موجب نگرانی حکومت هاست، از جمله حکومت های آسیای مرکزی. ولی حداقل تا حال حاضر روسیه این کار را در مورد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نکرده است و مثلا بازی نکردن با عنصرهای داخلی این کشورها، با عاملهای داخلی این کشورها یکی از چیزها برگی برنده به اصطلاح یا امتیازی خاصی چین است که باعث ایجاد اعتماد نخبگان حاکم به چین می شود. از سوی دیگر ما نیاز به توسعه، نیاز به رشد داریم و امروز چین است که برای اجرای طرح‌های مهمی اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. چین در عرصه های استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما حضور دارد. اگر ما بخواهیم از چین صرف نظر کنیم، با کمک مثلا مالی و حمایت های اقتصادی چه کشوری می خواهیم این طرح‌ها را به ثبوت برسانیم؟ بنابراین امروز عامل چین یک عامل مهم در مناسبات اقتصاد خارجی نه تنها برای ما بلکه برای دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز می باشد. ولی بخش دوم سوال شما که آیا قرضهای بزرگ و هنگفتی که ما از چین دریافت می کنیم در آینده برای ما درد سر نخواهد شد، این نگرانی وجود دارد و ما در مثال برخی از کشورها می دانیم که چین وامهای خود، قرضهای خود را برای رضای خدا نمی دهد. پنیر مجانی به قول اون مقال فقط می تواند در دام موش، تله موش وجود داشته باشد. بنابراین فکر این که این وام ها را از چی طریق برمیگردانیم واقعا این بحث است که روی این باید نخبگان حاکم فکر بکنند و به نظر من این طرف مسئله باید شفاف باشد تا جامعه کشور آینده را که می تواند مثلا برای این سرزمین وجود داشته باشد تصوری روشن در این زمینه ها داشته باشند تا اینکه باعث حدس و گمان های نشود که شاید برخی از اینها اساسی واقعی ندارند. چون مثلا ما میدانیم که برخی از کارشناسان کشورهای مثلا رقیب چین مطرح میکنند که کشوری مثلا از نظر توان مالی و اقتصادی مثل تاجیکستان در آینده برای بازگرداندن مثلا صدها میلیون و حتی میلیاردها دلار چین ظرفیت نخواهد داشت و در برابر این مجبور است به چین
امتیازاتی بدهد، مثلا به اصطلاح معدنها، کندنیهای فایده‌ناک و امثال این. ولی ما در داخل به این شبهه ها باید همان گونه که من اشاره کردم نهادهای داخلی، نهادهای چی حکومتی چی جامعه مدنی باید فعال باشند و نگذاریم که بازی را که باید خود ما انجام بدهیم به جای ما خارجی ها انجام بدهند. یک اتفاقی در تاجیکستان می افتد، رسانه های ما مراجعه می کنند به کارشناسان خارجی برای ارزیابی تحولات داخلی تاجیکستان. این ضعف ماست که نتوانستیم در داخل کشورمان نهادهایی را ایجاد کنیم، پایه گذاریم که آنها قبل از همه منبع رجوع رسانه ها و دیگر مرکزهای تحلیلی برای ارزیابی شرایط داخلی ما باشند. بنابراین در بحث آینده وام های چین هم باید مثلا این مسائل را نهادهای مربوطه به صراحت به روشنی پاسخ بگویند تا روی این مثلا چی عامل های خارجی و چی بعضی عنصرهای داخلی نتوانند مثلا امکان منیار کردن پیدا نمایند. تشکر از شما آقای قاسمی بگامد، خیلی خوش اومدین. سلامت باشید. تشکر.